خب ببیننده عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی با تقدیم نوید بامدادی رو بار سیوم است که برای شما پیشنهاد میکنیم. حالا ساعت با وقت پراگ 17 هست و امیدوارم که در چند دقیقه که با هم گفتگو خواهیم داشت این بار مشکلات تکنیکی پیش نمیاید و صدای ما رو خوب خواهید شنید. خب آغاز میکنم بازم از خبرهای تاجیکستان. بر پایه معلومات رسمی دو ساکنین نویه فرخور که بعد از ظهر 6 август از تیر گروه نامعلوم مسلح در نزدیکی مرز جان باختند به حبس برده شدند. در مراسم دفن همراهان سعید و دولت سنگینوف که روز دوشنبه برگزار شد، مقامات محلی و انتظامی نویه فرخور اشتراک داشتند. در همین حال محمد جان اولوخوجیف سخنگوی ریاست مرزبانی تاجیکستان گفت که در حال حاضر در منطقه مرزی همدانی عملیات برای اشغال و از بین بردن این گروه مسلح افغان جریان دارد. او وز در مرز نویه فرخور با افغانستان را آرام گفت و افزود که از نتیجه های این عملیات علیه گروه مسلح افغان بعداً معلومات خواهند داد. طبق اطلاع ریاست مرزبانی تاجیکستان روز 26 август گروه 10 تا 12 نفره اسلحه به دستان افغان مرز تاجیکستان را در حدود فرخور عبور نموده و به یک ماشین تمغه نیو آتش کشیده. و گفته منبع بر اثر این تیراندازی دو ساکنین کشته و یک نفر زخمی شده. در مسکو و کابل باشد روز دوشنبه 27 август گفتند که نشست صلح افغانستان به تاخیر افتاده است. این نشست قرار بود روز 4 سپتامبر در روسیه برگزار شود. هفته گذشته وزارت امور خارجه افغانستان گفت که حکومت این کشور در نشست مسکو اشتراک نمی‌کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 28 август در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازش در این مورد در جریان مکالمه تلفنی رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف به دست آمده است. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این گفتگو تصمیم گرفته شد که نشست مسکو در حال حاضر به تاخیر گذاشته شود تا هم آمادگی بیشتری گرفته شود و هم این نشست موثرتر باشد. شاه حسین مرتضوی در ادامه گفت که پس از فعالیت مشترک تیم‌های کاری دو کشور زمانی برگزاری نشست بین‌المللی در مورد مذاکرات صلح افغانستان مشخص و اعلام خواهد شد. وزارت امور خارجه روسیه نیز گفته است که اشرف غنی در مکالمه تلفنیش با سرگئی لاوروف اصولا از نظریه برگزاری نشست همچون ملاقات مسکو حمایت کرده است. بر اساس گزارش روسیه از 12 کشور به شمول افغانستان و امریکا برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود، اما امریکا و افغانستان دعوت روسیه را نپذیرفتند. با گفته وزارت امور خارجه افغانستان این نشست بدون هماهنگی کابل برنامه‌ریزی شده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی این کشور بررسی پرونده رئیس امید 88 و معاونش را به انجام رساند. قرار است تا چند روز دیگر حکم رجب علی الجنایی و ایدیبک ابراهیموف اعلان شود. مرافع آخرین پرونده رهبران شرکت امید 88 روز 28 август در دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شد. دادگاه دیروز به خانه مشورتی رفت و در آخرین روزی مرافع ابدال کننده دولتی و دادستان از دادگاه برای رجب علی الجنایی و ایدیبک ابراهیموف جزا طلب کرده است، اما به سبب مخفی بودن پرونده هیچ یک از طرفها حاضر نشد که جزئیات مرافع را آشکار کند. در همین حال وکیلان دفاع رجب علی الجنایی بعد بیرون شدن از تالار مرافع مایوس بودند و گفتند در این باره چیزی گفتن نمیخواهند. فقط یکی از آنها اشاره کرد که از طلب ابدال کننده دولتی راضی نیستند. با اینکه دادرس و وکیلان دفاع درباره جزئیات مرافع شرح ندادند، بنا به دریافتی برای رجب علی الجنایی و ایدیبک ابراهیموف از دادگاه سالهای طولانی زندان را طلب کردند. رجب علی الجنایی در سخن آخرینش در دادگاه گفته است که خود را گناهکار نمی‌شمارد و می‌خواهد او را آزاد کنند. الجنایی اینچنین گفته است برایش فرصت بدهند و او قرض دولت را برمیگرداند. نزدیکان رجب علی الجنایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند امید دارند که دادگاه برای دو رهبر امید 88 حکم عادلانه صادر می‌کند و قبل نزدیکان الجنایی آنها امکان دارند با فروش اموال شرکت قرض دولت را در مهلت کوتاه برگردانند. تقاضای اصلی پیوندان رجب علی الجنایی این است که دادگاه او را آزاد نماید. الجنایی پس از یک انتقاد رئیس جمهوری ملی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به خاطر نپرداختن قرض دولت بازداشت شد. خب پرزیدنت قرقیزستان در سمیت اخیر بنیاد بین‌المللی حفظ بحر ارال مسئله محدودیت تقسیم آب در آسیای مرکزی و جدول سهمگذاری کشورهای منطقه به بنیاد ارال را مطرح کرد. سورونبای جیمبکوف با انتقاد از فعالیت بنیاد پیشنهاد کرد که ساختارهای آن با نظرداشت منافع کشورهای بالا آب نوسازی شوند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی نیز اعتراف کردند که مشکل بحر ارال خیلی جدی است و باید با نظرداشت منافع همه کشورها عمل کند. قرقیزستان سال 2016 عضویت خود را در بنیاد حفظ ارال قطع کرد و گفت که بنیاد در شکل کنونیش به منافع این کشور جوابگو نیست.
جنبی که بعضی مشکلات شفافیت سرمایه گذاری برنامه‌های بنیاد و تقسیم عادلانه مبلغ‌ها را نامبر کرد و گفت که نظام کنونی تقسیمات آب در آسیای مرکزی با واقعیت‌های زمانه سازگار نیست. بنابراین جنوب قرقیزستان پیشنهاد دارد همکاری کشورهای منطقه در دایره سازش‌نامه حکومت‌های قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان درباره استفاده منابع آبی و انرژی حوزه رودخانه‌های نورین و سیردریا از 17 مارس سال 1998 دوباره برای مانده شود که مکانیزم جبران کننده استفاده منابع آبی و انرژی را پیش بینی میکند. باید گفت که بنیاد بین‌المللی حفظ ارال با اشتراک تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سال 1993 تأسیس یافته است. خب بازم خبری جهانی. اوکراین نمایندگیش در دولت‌های همسود را بسته است. روز 28 آگوست دبیر کل اتحادیه دولت‌های مشترک سرگئی لبدیو گفت که نمایندگان اوکراین ماه روان بسته شدند و تمام روابط اتحاد با اوکراین توسط سفارت اوکراین در مینسک صورت خواهد گرفت. سال روان پرزیدنت اوکراین پترو پاروشنکو با فرمان خود نمایندگان اوکراین در ایدام را باز خواند، زیرا این سازمان تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است. روسیه به طور غیر قانونی منطقه قریم اوکراین را در ماه مارس سال 2014 اشغال نموده، بر علاوه جدای خواهان شرق اوکراین را پشتیبانی میکند. از ماه اپریل سال 2014 به این طرف در نزاع شرق اوکراین 10300 نفر کشته شده. پترو پاروشنکو میگوید آینده اوکراین با اروپا است، نه با روسیه. در ادامه موضوع روسیه به مکتب‌های تاجیکستان باز 50 مزگور میفرستد. اینها نمایندگان منطقه‌های گوناگون روسیه بوده، از فن‌های زبانی روسی، ادبیات، فیزیک، کیمیا و فن‌های دیگری در دوشنبه و حضور کلوب درس خواهند گفت. روسیه میگوید با درخواست تاجیکستان در سال نو خونشی امسال شماری آموزگاران روس در مکتب‌های این کشور 2 برابر بیشتر شد. بر اساس موافقت دو کشور معاش آموزگاران را تاجیکستان پرداخت کرده، بخش ایلوگی مبلغ‌های آنها را وزارت معارفه روسیه میدهد. مقامات روسیه میگویند این برنامه منفعت‌های پولی آموزگاران را حمایت میکند. نخستین گروه آموزگاران روس از روی این برنامه باری نخست سال 2017 به تاجیکستان آمده بودند. طرح ارسال آموزگاران را فوریه همان سال پرزیدنتان دو کشور ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان در دوشنبه قبول کردند. در نتیجه ماه آگوست سال گذشته به دوشنبه نخستین گروه 29 نفری آموزگاران از کاستراما، اوفا، داغستان و دیگر مناطق روسیه برای کار آمدند. برای شرکت در برنامه گومانیتری کار در مکتب‌های تاجیکستان آموزگارانی پذیرفته می‌شوند که حداقل 5 سال سابقه کار داشته باشند. و مقامات به نقطه‌های محض بدن در دوشنبه دستور دادند که پس از ساعت 10 شب درهای خود را بندند. اینچنین بر اساس دستور مقامات محضگران نباید به مشتریان محض‌های غیر اخلاقی پیشنهاد کنند. حداقل در 3 مرکز محضگری در دوشنبه روز 28 آگوست به رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور دادند که تا ساعت 22 شب کار خود را انجام داده دیگر مشتریان را قبول نکنند. دستوری که البته نه به همه صاحبان نقطه‌های محضگری پسند است. برخی آنها میگویند بیشتری مشتریان بعد کار با آنها برای محض بدن مراجعت میکنند و با این دستور بیشتری مزاجونشان را از دست خواهند داد. 2 سال پیش در پی افزایش نظارت از بالای تنفروشان و ریت‌های پلیس تعداد نقطه‌های محضگری در پایتخت یک بار افزایش یافت. برخی میگفتند نظارت پرزور از بالای تنفروشان برخی آنها را مجبور کرد که سمت کارشان را تغییر داده زیر چتر محضگری بروند، عاملی که تا حال نقطه‌های محضگری را زیر ذره‌بین مقامات قرار داده است. تنظیم نقطه‌های محضگری در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات تلاش دارند از به فاحشه‌خانه تبدیل یافتن این نقطه‌ها پیشگیری کنند. مقامات امور داخلی چند دفعه از اشغال شدن نقطه‌های محضگری خبر داده بودند. از جمله مقامات امور داخلی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گفتند که چندین نقطه محضگری را آشکار کردند که در آنها عملهای غیر اخلاقی انجام می شود. مقامات گفتند کارمندان این نقطه‌های محضگری به داشتن حجت رسمی تخصصی به مزاجان خدمت می رسانند. به قول منبع صاحبان این نقطه‌ها با دستور رهبرانشان همه گونه طلبات مزاجان از جمله طلبات شهوانی آنها را قانع می کردند. در ضمن باید گفت حالا نرخ یک ساعتی محض در دوشنبه وابسته به نوعش فعلا از 50 تا 150 و 200 سومانی نرخ دارد. خب بیننده عزیز، فکر میکنم که این بار به مشکل تکنیکی گذشت و شما از سر تا به آخری خبرها ما رو خوب شنیدید. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم با تقدیم خبرهای بیشتر از این منتظرم.